اواخر قرن ششم میلادی و اوایل قرن هفتم میلادی است. پادشاه بودایی کاپیسا که وقت پایتخت در کاپیسا بوده در حال مرگ است. وزیر از او که به کیش هندویی باور داشته داخل کابل میه و اعلان پادشاهی میکنه و این است که آغاز سلطنت هندوشاهی ها میشه. سلام دوستای عزیز، امروز در ارتفاعات کابل قرار داریم پیش دیواری که به اسم زنبورکشا و هم زنبیلکشا پیش مردم شهر کابل مشهور است. اما ای که واقعیت به چه نام یاد می شده این سلسله، این باز در جریان ویدیو به شما خواهیم گفت. عزیز، طوری که گفتم پایتخت در کاپیسا قرار داشت و پادشاه به آیین بودیزم ارادت داشت و وزیرش به آیین هندویزم. وقتی که پادشاه وفات میکنه، چون جانشینی نداشته، میخواسته که البته طوری که من مطالعه کردم، نمیدونم چقدر این منابع دقیق هستن، میخواست که داماد خودش که شاهزاده چینی یا تبتی بوده پادشاه کابل بسازه، پادشاه همین نواحی کاپیسا تا و نواحی سند بسازه که وزیرش و افرادش پیش دستی میکنن و هر کدومش در نواحی خود اعلان حکومت میکنن. مثلا کسی به نام کالار میاد در کابل و حکومت کابل شاهی تاسیس میکنه، برادرزاده خود به زابل میفرسته و او حکومت زابل شاهی تاسیس میکنه. حاکم بامیان که به نام شاه بامیان یاد میشده اونجا اعلان پادشاهی مستقل میکنه و پروان کاپیسا و نواحی پنجشیر رو تصرف میکنه. خلاصه میشه گفت این حکومت تگینشاه تجزیه میشه و این قسمت به دست هندوشاهی یا کابل شاهی میفته که اون شخص ابو وزیر به نام کالار بوده که بعدا به نام رتبیل هم مشهور شده، بعضی هم به نام زنبیل هم یادش کردن. تقریبا اوایل قرن هفتم میلادی است که اتفاق میفته و اینکه این دیوارها چرا ساخته شدن یه یک فلسفه جالب داره که کمی پیشتر میریم منظره رو میبینیم در موردش صحبت میکنیم. عزیز، پیش یکی از همین برجای دفاعی دیوار هستیم. البته پیشتر گفتم که هدف ساختن دیوارها چی بود، طوری که پیش بعضی مورخین یعنی اختلاف نظر وجود داره. بعضی هم میگن علتش این بوده که یک مرتبه چینی ها یعنی تبتی ها البته که فعلا از متعلقات چین است به اینجا لشکرکشی کرده بودن و کابل حمله کرده بودن، پس از یک مدت عقب نشینی میکنن. میگن احتمالاً به خاطر حملات چینیای دیوار ساخته شده، ولی اکثر مورخین اتفاق نظر دارن که نه، این دیوارها به خاطر حملات متعدد اعراب مسلمان ساخته شده. حالا این یا مشخصی است که این دیوار به دور شهر کابل کشیده شده بوده و تا بالای کوه آمده که شهر را محافظت کنه. قسمی که میبینید ساحه دیوار، ساحه محافظتی اون طرف بوده، یعنی قسمتی است که دشمنان حمله میکردن و زیر دیوار دیگه موفق نمیشدن به اون طرف گذر کنن. از همون تیرکشا محافظین شهر به دشمنان حمله میکردن و شهر وقت ساحهش خیلی کوچک بوده، به اندازه که امروز ما شهر میبینیم به این اندازه نبوده. این دیوار اما تو به دور شهر دورش کشیده شده بوده و قلعه مرکزی شهر را میشه گفت قلعه بالا حصار است که باز انشاءالله در پایین حتما و شما با تصویر میکشمش. خب این نقطه ای است که سربازا اینجا دفاع میکردن، یعنی از شهر اینجا پشت دیوار استاد میشدن و از شهر دفاع میکردن. نقطه ساحه شهر دیگه همین ساحه اون پایین در تصویر میایه بالا حصار است و پایین بالا حصار و تا به دامنه آسمایی و او طرف تا به کوه کاته پروان که در گذشته به نام کوه نانکچی یاد میشده.
مدینی ساحل شهر بود، خیلی ساحات تاریخی و باستانی در دامنه شهر وجود داشته و طوری که افسانه های مردم کابل روایت میکنه گویا در بین از دیوارها خیلی افراد دفن کردن. هرچند که خود دیوار اونقدر عریض نیست ولی بنیادش خیلی عریض است، احتمال داره در بنیادش اتفاق افتاده باشه، ولی در بالای دیوار او تو گپ نشده و ما هم کدام اثر یا نشانه از استخوان انسان تا حالا ندیدیم. خودم چندین مرتبه به اینجا اومدم تا حالا چیزی ندیدیم. دوستای عزیز، ما به نقطه رسیدیم که بعد از این دیوار تخریب شده، چیزی از این آباد نمانده. البته این دیوار در طول تاریخ چند مرتبه دیگه آباد شده، یعنی ترمیم شده و دیگه این بود مستند دیوار کابل. هرچند افسانه ها داستان های زیادی پیرامون این دیوار گفته شده، مثل از اینکه نمیدونم یک پادشاه ظالم بوده و این دیوار میخواسته بسازه و هر کسی گل از دستش میافتاده و در بین دیوار میکردن. باز گویا تازه عروسی که شوهرش زیر از دیوار آمده گفته من در یک روز خلاصش میکنم. خیلی افسانه و داستان کلیشه‌ای است، ما از گفتن و پرداختن اونا گذشتیم. فقط این بود داستان تاریخی این دیوار که برای شما نقل کردیم و بعد از این میبینید به بالای سر مسیر ما منتهی میشه، همون طرف میریم و شما رو به خداوند پاک میسپاریم. خدا کنه که برنامه ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه و لطفاً ما از حمایت ما دریغ نورزید. تشکر.